کشیدن. نسل ما، فرزندان ما، فرزندان مردمی که در کل جهان اسلام، در تمام کشورهای اسلامی، در سطح جغرافیای مربوط به جهان اسلام افتخار دارند، تاج افتخار بر سرشان دارند که هیچ قومی، هیچ مردمی، هیچ ملتی و هیچ کشوری در جهان اسلام این تاج رو ندارد. از این افتخار برخوردار نیستند. اون اینه که وقتی معاویه ابن ابی سفیان فرمان داد در تمام جهان اسلام، در سر تا سر جغرافیای اسلامی، در تمام منابر علما وقت خطبه میخوانند به عنوان بخش از خطبه نماز جمعه خود امیر المؤمنین علی علیه السلام رو لعن کرد. بر علی لعنت بفرستند. این فرمان صادر شد. در تمام جغرافیای جهان اسلام هم این فرمان تطبیق میشه، این دستور اجرا میشه. در ایران که امروز مرکز شیعه هست، امروز نامش رو گذاشته ام القرای جهان اسلام، امروز عنوان رهبری جهان اسلام یا حداقل جهان تشیع را یدک میکشند. در کل این سرزمین 63 سال بر امیر المؤمنین علی علیه السلام در تمام منابر لعن میشه. در عراق که تمام که بیشتر اماکن مقدسه شیعیان در اونجاست، حوزه علمیه 1100 ساله شیعه در اونجاست، مرکز علمی شیعه، مرکز فقهی شیعه، مرکز اجتهادی شیعه در طول بیش از 1000 سال در اونجا بوده و هنوز هم ادامه دارد. در اون کشور و در اون سرزمین بر امیر المؤمنین، در کنار قبر امیر المؤمنین، در جوار حرم امیر المؤمنین بر امیر المؤمنین لعن میشود. جاهای دیگر چی بمانه؟ 63 سال تا زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز که این فرمان را لغو کرد، این عمل شریع انجام میشد در تمام منابر. اما در زیر این آسمان و در روی این کره خاکی تنها یک سرزمین، یک جغرافیا، یک منطقه و یک قوم بود که این ننگ را اجازه نداد داغش بر پیشانشان بنشیند. این تاج افتخار مال همین قوم است، مال همین منطقه است و همین مناطق هزارجات است. همین مناطق مرکزی افغانستان، خورات، غزنی که اون زمان به نام خورات یاد میشد، اینجا این ننگ رو نپذیرفت. زندان رفتن، شلاق خوردن، در سیاهچاله ها سالها به سر بردن، زیر شکنجه جان دادن، سالهای سال غل و زنجیر ستم به گردن و دست و پایشان بودن، تحمل کردن شکنجه ها را، آزارها را، دردها را، رنجها را، محنتها را، دوری از خانواده را، سیاهچال را، سالیان سال روی آفتاب رو نمی دیدن.
اما هرگز حاضر نشدن که داغ ننگین یعنی بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر پیشانیشون بریشیدن. هرگز حاضر نشدن این کار رو بکنن. مردم مناطق مرکزی، مردم قورات، دو تا مالیات میدادن به حکومت. یک مالیات مثل همه مردم که به حکومت مالیات میداد، یک مالیات دیگر به عنوان جریمه اطاعت نکردن از فرمان امیر، یعنی بر امیرالمؤمنین علیه السلام. این افتخار مال شماست، این عزت مال شماست. هیچ کس، هیچ مسلمان، هیچ شیعی در روی کره زمین و در زیر آسمان این افتخار رو ندارد. این مخصوص شما مردم است. اما این مردم چرا کارش به جای برسد که نسل امروزش بر علیه دین، بر علیه مقدسات، بر علیه ارزش‌ها، بر علیه آموزه‌های دین، بر علیه قرآن، بر علیه اهل بیت، بر علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلم فرسایی کنند و مطلب بنویسند. چرا کار به اینجا برسه؟ چی شده؟ کوتاهی شده. کوتاهی بسیار بسیار جدی صورت گرفته. ما در تربیت دینی نسل جدید خود ناموفق عمل کردیم. ما در تعلیم، در تحصیل، در سواد، در آموزش، در پیشرفت‌های علمی، فرهنگی، هنری، فکری، علمی قدم‌های بسیار بسیار بزرگ برداشتیم، گام‌های بلند گذاشتیم. اما متاسفانه در زمینه تربیت دینی گام به گام پیشرفت علمی ما حرکت نکردیم. این واقعیت است، باید بپذیریم. ما باید قبول کنیم که ما کوتاهی کردیم. ما باید قبول کنیم که ما در این زمینه تقصیر داریم. همه مقصرن، علما مقصرن، بزرگان مقصرن، حاجی صاحبا مقصرن، متنفذین مقصرن، اساتید مقصرن، بزرگان تقصیر دارن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما مسئولید در برابر فرزندانتان، در برابر نسل نوتان، در برابر نسل تازه‌ای به دوران میرسند، در برابر تربیت دینیشان، در برابر آموزه‌های اخلاقیشان، در مورد عقایدشان. ما در این زمینه کوتاهی کردیم. شب کسی زنگ زده بود که از امر به معروف و نهی از منکر آمدن که برای مساجدتان یا ملا بگیرید یا این که ما ملا میآوریم. بعد دیگه اعتراض نکنید. یعنی ابراز ناراحتی میکردن از این که گفتن مسجدتان ملا داشته باشید، مسجدتان پیش نماز داشته باشید، در مسجدتان جماعت برگزار شود، در مسجدتان باز باشد، در مسجدتان اذان گفته شود، در مسجدتان احکام دینی بیان شود، در مسجدتان تفسیر قرآن گفته شود، در مسجدتان سنت و سیره رسول خدا و اهل بیت اطهار بیان شود. ابراز نارضایتی میکردن، ناراحت بودن و این
بیانگر درد بسیار عمیقی است در جامعه ما که به عمق وجود جامعه ما نفوذ کرده. من یک موقع لیست گرفتم، همین 3 منطقه، همین مرکز، همین 3 منطقه نیلی و دشت و سنگمو و اطرافشان، مثلا تا قروج و سر سنگمو و مثلا اونوق و تا پرخشا و تا غدار و تا این طرف چه و همین مجموعه رو که من حساب کردم 63 تا مسجد وجود داره. 63 تا مسجد. اون زمان که من حساب کردم از 63 تا مسجد فقط 4 مسجد نماز جماعت داشت. 4 مسجد که 3 تای از این 4 مسجد ملای دولتی داشتن، یعنی ملایشان از حج و اوقاف معاش می‌گرفتن. یکیشون هم ملای حکومتی نداشت، اما قربتاً الله شبها نماز جماعت برگزار می‌کرد. حالا شاید 5-6 تا یا 7 تا مسجد شده باشه. اینم چون که ملاهای حج و اوقاف زیاد شده. در 63 مسجد در هیچ مسجدی مردم ملا ندارن. مردم ملا نگرفتن. مردم معلم قرآن ندارن. مردم مدرس اخلاق نگرفتن. مردم برای تربیت نسل آینده سازشان قدم بر نداشتن. سابقا چی بود؟ در حد ابتدایی پدر و مادر ما سینه به سینه به ما یاد میدادن که اصول این 5 است. اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد. فروع این 10 صفات ثبوتی و سلبی خداوند 15 است. اینا رو سینه به سینه به ما یاد میدادن، هرچند که ما هرگز معنای صفات سلبی و ثبوتی خدا را تو آخر عمرم نفهمیدیم، اما اجمالا همه قدر میدانستیم که این صفات خداوند هست. امروز حتی همین هم به نسل نو گفته نمیشه. چرا؟ چون بچه رو مکتب میفرستن، دختر رو مکتب میفرستن. در مکتب هم که از حرفا نیست. وقت بچه و دختری، نسل جوان، نسلی که امروز است مثل نسل ما نیست، مثل جوانی های من و شما نیست. ما و شما که جوان بودیم تلویزیون نبود، ما که جوان بودیم اینترنت نبود، ما که جوان بودیم موبایل نبود، ما که جوان بودیم آنلاین نمی شدیم، ما که جوان بودیم لحظه به لحظه با دنیا ارتباط نداشتیم، ما که جوان بودیم از این ارتباطات عمومی خبری نبود، ما که جوان بودیم از دنیا هیچ اطلاعی نداشتیم. ما فقط جوانان ما فقط کویت پاکستان رو میشناختن، مجبولان رو میشناختن که در معدن زغال سنگ یا به اصطلاح کان کوله میرفتن کار میکردن، زمستان میرفتن کار میکردن، بهار وقت کارشان برمیگشتن سر کشاورزی و خانواده و فرزندانشان، یا در عسکری میرفتن. دیگه که ما جایی رو ندیده بودیم، ما جایی رو نمیشناختیم. اما نسل امروز این گونه نیست. نسل امروز با دنیا آشناست، نسل امروز با پیشرفت ها آشناست، نسل امروز لحظه به لحظه آگاهی پیدا میکنن، نسل امروز پیشرفت های اقتصادی دنیا رو میبینن، نسل امروز پیشرفت های علمی دنیا رو میبینن، نسل امروز پیشرفت های فرهنگی دنیا رو میبینن، نسل امروز پیشرفت های صنعتی دنیا رو میبینن، نسل امروز به صورت آنلاین تماشا میکنن که مردم به کره ماه میروند، مردم به کره مریخ میروند، مردم فضاپیماها رو در فضا میفرستند، مردم برای آینده برنامه‌ریزی میکنن که در مریخ، در ماه یا در کرات دیگر برای انسان محل سکونت بسازند. داره برنامه‌ریزی میکنن که کوچ کنن به کرات دیگر بروند. نسل امروز لحظه به لحظه اینا رو میبینن.